وفادار تغییر ناپذیر ابدی صخره نجات خداوند تکیه‌گاه تویی تو را می‌خوانم دائم می‌خوانم تو را می‌خوانم تو را باز خوانم وفادار تغییر ناپذیر ابدی صخره نجات خداوند تکیه‌گاه تویی تو را می‌خوانم دائم می‌خوانم تو را می‌خوانم تو را بخوانم تو ملجایم در سختی‌ها دستمگیر در تنگی‌ها تو ملجایم در سختی‌ها دستمگیر در تنگی‌ها در طوفان‌ها با خوشحالی و خوشبختی امروز در خدمتتون هستم. آیدا این خیلی قویه، جا نداری یکم تنظیم بشه کمتر. اشکال از منه، آدم قابل سن که بیزاره چشماش کمسو میشه. من این بیماری رو دارم، چشام کمسوه و در مقابل نور زیاد خیلی حساسم. روزا که رانندگی میکنم حتما باید عینک آفتابی بزنم. ببخشید آیدا، مرسی. خدا رو شکر برای امروز یک شنبه قشنگ دیگه و چقدر من لذت میبرم وقتی اینجا وای میستم. باور کنید خیلی لذت بخشه دیدن تصویرهای قشنگ شما، صورتهای قشنگ و شاد و در حضور خداوند مبارک شده به من یه احساس لذت خاصی میده. خدا رو شکر میکنم. متشکرم از عزیزان کلیسا شبان و کشیش هوشنگ که این فرصت رو امروز به من دادن تا در خدمتتون کلام خدا رو با هم بررسی کنیم. مطلبی که برای صحبت امروزم انتخاب کردم از کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 1 تا 8 هست. آیه 8 رو خواهر نازی خوند. وقتی گفت از اعمال رسولان میخوام بخونم من دلم لرزید، گفتم حتما میخواد همه رو بخونم. خدا به شکر. مطلب خیلی زیبایی هست. یک قسمت از نقشه خداوند برای زندگی ما در این قسمت ها، در این 8 آیه ذکر شده که من بیشتر در آن عمیق میشم و براتون توضیح خواهم داد. معمولا این قسمت ها رو برای عید پنتیکاست میکنن یا یکی دو روز این ور، ولی به من اجازه بدید چون من با تأخیر اومدم، هنوز سر وعدم هستم و میخوام در این مورد صحبت کنم امروز. کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 1 تا 8.
همونطور که میدونید نویسنده این کتاب لوقا هست و لوقا این کتاب رو برای یکی از دوستانش به اسم تئوفیلوس می نویسه. می‌فرماید صحیفه اول یعنی کتاب اول را انشا نمودم ای تئوفیلوس درباره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خویشتن را زنده ظاهر کرده و دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت و چون با ایشان جمع شد ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیدید زیرا که یحیی به آب تعمید میداد لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس آنانی که جمع بودند از او سؤال نموده گفتند خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ بدیشان گفت از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. آمین. اجازه بدید یه دعایی بکنیم. خدای قدوس، خدای پدر، پسر و روح القدس، از تو استمداد می‌طلبیم در این لحظه برای اینکه این کلام خودت رو برای ما باز کنیم. خداوندا من تلاش کردم تا مطالب نیکو و زیبا و جذابی تهیه کنم ولی بدون کمک روح القدس تو درک و فهم آنها و پذیرش آنها در قلب و روحمون امکان پذیر نیست. پس از تو دعوت میکنم ای خداوند وارد دلهای ما و فکرهای ما بشو تا این کلام تو برای ما امروز کلام زنده باشه، همون چیزی که لوقا برای ما نوشته، پیغامی که 2000 سال پیش برای ما مهیا شده امروز برای ما زنده و فعال باشه. در نام قدوس عیسی مسیح می‌طلبم. آمین. آمین. خدا رو شکر. داشتم فکر می‌کردم که چقدر مدت در طول سال ما از حضور خدا، از ایمان خودمون، از شادی هایی که در کلیسا داریم لذت میبریم. به این مسئله فکر کنید. در طول سال از اوایل ماه دسامبر که میبینی شهرها همه چراغونی میشه و تدارک عید میلاد عیسی مسیح رو میگیرن، در کلیسا هم در بین ایمانداران یه جنب و جوش خاصی به وجود میاد. همه در تلاش هستیم برای پذیرش عیسی نوزاد، عیسی کوچولو به دنیا میاد. شادی خاصی هست. یک قسمت، یک پله از ایمان ما به دنیا آمدن عیسی مسیح و اون ماه دسامبر رو تا آخرای ماه دسامبر سال نو یه خوشی خاصی در وجود ما هست، یک شادی خاصی در ایمان ما هست. و همینطور که جلو میان بعد از ژانویه نزدیکای فوریه تدارکات عید قیام رو میبینیم. از هفته مقدس، ماه مقدس شروع میشه. همینطور سعی میکنیم جاهایی که در کلام خدا هست قدم به قدم بخونیم، بریم جلو. چجوری عیسی مسیح آمد در رودخانه اردن تعمید گرفت و شروع به خدمت کرد، شروع به معجزات و موعظات و درس‌های قشنگ کرد و اینا رو همه رو ما قدم به قدم دنبال عیسی مسیح میایم تا زمانی که عیسی مسیح رو میگیرن و میبرن پلوی پیلاتوس، پلوی پادشاه و محاکمه میشه، محکوم میشه و او رو به صلیب میکشن. همه این ساعات رو ما در کلیسا هستیم، در ایمان هستیم و به این چیزا فکر میکنیم و سعی میکنیم ایمان خودمون رو تقویت کنیم به این که عیسی مسیح به خاطر گناهان من مرد
و مصلوب شد و امروز من به خاطر نجات او آزاد هستم. و بعد از اینکه در ماه مارس عیسی مسیح قیام میکنه از مردگان، باز یک شادی جدیدی به زندگی ما وارد میشه. باز ایمان ما گلهای تازه و شکوفا میده. ایمان ما اکتیو میشه و شروع میکنیم به کارهای قشنگ کردن و زیبایی زندگی ایمانی رو دوباره تجربه میکنیم. همینطور میان جلو بعد از قیام عیسی مسیح، قدم به قدم با رسولان و عیسی مسیح راه میریم، با نکات جدید آشنا میشیم تا روزی که عیسی مسیح به آسمان صعود میکنه و همراه رسولان همه این چیزها رو ما میبینیم و تا زمانی که عیسی مسیح وعده میده در همین قسمتی که خوندیم، میگه در اورشلیم بمانید تا از اعلا به قوت آراسته بشید و روح القدس رو بیابید. این آمدن روح القدس هم باز در ایمان ما یه نقش خیلی خاصی داره، زیرا که روز تولد کلیسا هست، روز نزول روح القدس هست، تقویت ایمانداران هست، دگرگونی روحانی به وجود میاد با وجود حضور روح القدس در زندگی ایمانداران و همه اینها برای ما لذت بخش هست. یک سیری آمدیم از دسامبر تا اواخر ماه می 2 هفته پیش که روز پنتیکاست بود و تمام این 6 ماه اول سال رو بگم در واقع پر از یک رویدادهای مهم، پر اعیاد مهم، تاریخ‌های مهم که برای ما خیلی لذت بخشه. برای اومدن به کلیسا عجله داریم چون در اون روز به خصوص می‌خوایم با برادران خواهرانمون باشیم و به این عید پنتیکاست که میرسیم هفته بعدش میگیم خب حالا چی؟ عیدا تموم شد، بزنه به کوبا تموم شد، شادیات تموم شد، ایمانها تموم شد. از الان تا اوایل دسامبر یک تاریخی رو ما داریم که هیچ کاری توش نداریم. خیلی زحمت میکشیم، یک کنفرانس میریم، نه عیدی داریم نه چیز خاصی داریم، اتفاق خاصی میفته. این اون قسمت از زندگی ماست که یکم میلنگه. وقتی که تا یه زمانی با عیسی مسیح، با ایمان، با فعالیت‌های روحانی میان جلو، ولی به یه جایی میرسیم که میگیم حالا چی؟ بعضی وقتها سختی‌ها، تنگی‌ها، فشارهای زندگی فشار میاره و دیگه اون احساس شادابی روحانی رو نداریم و اون وقت هست که ما احتیاج داریم به اون چیزی که عیسی مسیح به ما وعده داد، اون چیزی که عیسی مسیح گفت روح القدس رو بیابید. و برای این بقیه زمانی که ما عیسی مسیح رو نداریم در آسمان هست و روی زمین روح القدس رو داریم، ما باید یاد بگیریم همون کارهایی که با عیسی مسیح میکردیم، قدم به قدم با او میرفتیم، امروز با روح القدس به پیش بریم تا زندگیمون رو همونطور یه سیر ادامه‌ای ببریم. نه اینکه تا زمانی که با عیسی مسیح بودیم مثل شاگردان شاد بودن، میخوردن، میآشامیدن، گردش میرفتن، پیکنیک میرفتن، بعد وقتی عیسی مسیح با آسمان رفت همه ماتم گرفتن، گفتن خب حالا چی؟ به این موقع است که ما هم در زندگی میگیم حالا چی؟ زمانی که دیگه کاری نداریم بیشتر به فکر این میافتیم که اوکی حالا زندگی های خودمون رو لااقل بسازیم، بریم بهتر کار کنیم، خدا با ماست، ما نجات پیدا کردیم، برکت داریم، بیشتر کار بکنیم، یه خونه‌ای بخریم، یه ماشینی عوض بکنیم، یه لذتی ببریم، مسافرتی بریم، از همسرمون، بچه‌هامون پذیرایی کنیم. ولی این اون چیزی نیست که عیسی مسیح از ما خواست. وقتی که عیسی مسیح گفت چون روح القدس بر شما آید شاهدان من خواهید بود، این اون وظیفه، اون ستاره‌ای هست که در زندگی ما باید بدرخشه. درسته عیسی مسیح ما رو دوست داره، ما رو نجات داده، ما رو برکت میده، ولی این نباید باعث این باشه که ما فکر کنیم حالا همه چی رو داریم بریم دنبال زندگی خودمون.
بریم از این برکت ها استفاده کنیم، بریم از این شادی ها و لذت ها استفاده کنیم. فقط این نیست. قسمت اصلی اون قسمتیه که عیسی مسیح میگه برید این کارو بکنید. میگه روح القدس رو به شما دادم که شاهدان من بشوید. برای اینکه بیشتر این مسئله رو توضیح بدم میخوام یکم درباره کتاب اعمال رسولان صحبت کنم که چی شد، از کجا شروع شد و منظور از این دعوت لوقا، از دعوت عیسی مسیح در کتاب لوقا چیه. لوقای نویسنده کتاب اعمال رسولان میدونید 2 تا کتاب نوشته، یکی انجیل لوقا و یکی کتاب اعمال رسولان. همطور که در شروع باب 1 آیه 1 خوندم، فرمود کتاب اول را نوشتم ای تئوفیلوس عزیز درباره همه اموری که عیسی عمل نمود و تعلیم داد به شاگردانش. کتاب اول که همون انجیل لوقا هست اینطور شروع میشه که لوقا میفرماید از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند برای نوشتن حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید، چنانچه آنانی که از ابتدا نظارگر و خادمان کلام بودند به ما رسانیدند. من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را فی البداهه، یعنی دقیقاً به دقت در پی رفته و به ترتیب به تو بنویسم ای تئوفیلوس عزیز. لوقا به دوست عزیزش تئوفیلوس اول اون انجیل لوقا رو می نویسه. دلیلش میگه اینه که به این دلیل که خیلی ها اطرافیان ما درباره اون اموری که پیش روی ما اتفاق افتاد، یعنی عیسی مسیح، آمدن عیسی مسیح، زجر و مصلوب شدن و قیام و صعود او در جلوی چشمای ما اتفاق افتاد، خیلی ها رفتن این چیزها رو نوشتن، ولی ظاهراً خیلی هاشون پس و پیش نوشتن یا غلط نوشتن یا کم و زیاد نوشتن. و دلیل لوقا اینه که من به عنوان یک ایماندار رفتم تحقیق کردم، پرسجو کردم، کاوش کردم، حقیقت رو پیدا کردم و برای تو می نویسم ای تئوفیلوس عزیز. مفسرین کلام میگن تئوفیلوس یکی از دوستان لوقا بود که ظاهرا ایمان آورده بود و به لوقا گفته بود تو برو به اورشلیم، برو به یهودیه، ببین این جریان چیه درباره عیسی مسیح. اول خود اسم تئوفیلوس رو بگم، یه اسم یونانی هست از مرکب از 2 کلمه تئو و فیلوس. تئو یعنی خدا، فیلوس یعنی داشتن و دانستن و علم. فیلسوفی از همون کلمه است، یعنی دانا. و تئوفیلوس یعنی کسی که خدا رو دوست داره. معنی کلمه اسم تئوفیلوس یعنی خدا دوست. وقتی که لوقا میگه این انجیل رو برای تو می نویسم ای خدا دوست، یعنی برای تو می نویسم خواهر شهلای خدا دوست، برای تو می نویسم خواهر پروین خدا دوست، برای هر شخصی که خدا دوست هست که یاد بگیری از من، مثل من بری تحقیق کنی، حقیقت رو بفهمی، حقیقت رو تشخیص بدی و اون حقیقت رو نجات بده. منظور از کلمه تئوفیلوس و نوشتن انجیل لوقا برای تئوفیلوس این هست. اون چیزی که 2000 سال پیش لوقا برای تئوفیلوس نوشت فقط برای تئوفیلوس نبود، برای خدا دوستان امروز هم هست. برای همین این کتاب برای ما به یادگار مونده تا ما اون رو استفاده کنیم و درس بگیریم ازش. آمین؟ آمین. این کتاب انجیل لوقا و در کتاب اعمال رسولان دوباره لوقا میاد باز یه نامه دیگه برای تئوفیلوس می‌نویسه.
میگه همونطور که کتاب اول رو یعنی انجیل لوقا رو برای تو نوشتم ای تئوفیلوس عزیز، درباره همه آن اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده و بالا برده شد. در نامه دوم لوقا میاد به یادآوری تئوفیلوس، میخواد شرح وقایع جدید رو بده، نه، ولی اول برمیگرده به گذشته. میگه همون جوری که اون کتاب اول رو برای تو نوشتم درباره تمام آن اموری که عیسی مسیح جلوی چشمای ما انجام داد که باعث ایمان آوردن ما شد تا اون روزی که بالا برده شد، حالا بقیه‌اش رو میخوام برات بگم که چه اتفاقی افتاد بعد از اون پیغام عیسی مسیح که گفت در اورشلیم بمانید تا از اعلا به قوت آراسته شوید. این رابطه لوقا با تئوفیلوس منو به یاد زندگی خودمون میندازه. این که زمانی که ما با عیسی مسیح آشنا شدیم، شیفته او شدیم، عاشق او شدیم، دلمون رو به او دادیم، ایمان آوردیم که عیسی مسیح پسر خدا و نجات دهنده ما هست. از انجیل لوقا، از لحظه‌ای که فرشتگان بر شبانان ظاهر شدند، بر مجوسیان ظاهر شدند، از لحظه‌ای که آمدن در آخر عیسی مسیح رو پیدا کردن، ما در اون انجیل لوقا بودیم. همه این روزها رو گذروندیم، نه؟ انجیل لوقا رو خوندیم هممون و خیلی همون حفظ کردیم بعضی جاها رو. الان اگر بهتون بگم داستان عیسی مسیح رو تعریف کنید، قدم به قدم میتونید تعریف کنید. عیسی مسیح در آخر به دنیا اومد، مجوسیان اومدن هدایا به او دادن، شبانان اومدن، فرشتگان از آسمان می اومدن می رفتن سرود می خواندن. بعد عیسی مسیح بزرگ شد و شروع کرد به خدمت در رود اردن. از یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت و ما او رو دیدیم، ما ایمان داریم به این چیز، پس اونجا بودیم. وقتی که عیسی مسیح شروع کرد و به موعظات و معجزات و موعظه سر کوه، ما اونجا بودیم، میشنیدیم، خوشا به حالها رو هممون بلدیم و این چیزها رو یاد گرفتیم. در ایمان، در وجودمون، در ذهنمون، در بک‌گراند زندگی خودمون همه این پله ها رو قدم به قدم با عیسی مسیح گذروندیم تا زمانی که سفر آخر عیسی مسیح به اورشلیم آمد، تا زمانی که در زیر صلیب عیسی مسیح همراه با مریم و مریم مادر مرقس و یوحنا ما اونجا بودیم. عزیزان، نبودیم؟ آمین. ایمان دارید که عیسی مسیح برای صلیب مرد؟ پس اونجا بودیم. ایمان دارید که عیسی مسیح به خاطر من مرد و من بر روی صلیب برای عیسی مسیح مردم. این ایمان ماست. ایمان یعنی اون چیز واقعی که من به او اعتقاد و ایمان دارم. و زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخاست، ما همراه با مریم و پتروس و یوحنا بر در قبر ایستاده بودیم. قبر خالی او رو دیدید؟ کفن او رو گذاشته دیدید و اون پارچه‌ای که روی صورت او بود در کناری نهاده شده بود؟ اینهایی که میگم عین آیات کلام خداست و ما به اینها ایمان داریم. پس ما اونجا بودیم. و زمانی که عیسی مسیح به آسمان صعود کرد، همراه با اون 500 نفر ما نیز بر اون تپه بودیم. و امروز لوقا از کتاب اعمال رسولان به ما میخواد ادامه بده. تا انجیل لوقا رو ما تموم کردیم، همه با عیسی مسیح بودیم. از اعمال رسولان لوقا میگه بیایید دوباره این سیر سفرتون رو ادامه بدید، چون تمام نشد وقتی عیسی مسیح به آسمان رفت. در روزی که به آسمان رفت، عیسی مسیح این وعده رو داد، گفت که در اورشلیم بمانید تا از اعلا به قوت آراسته بشید. زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. میگه پس آنانی که جمع بودن از او سوال نموده گفتند خداوندا در آن روز، یعنی در آن روزی که روح القدس رو بیابیم،
باز دوباره ملکوت را بر اسرائیل حکم فرما خواهی کرد. این جمله رو شما بارها شنیدید در عهد جدید. ملکوت خدا رو بر اسرائیل کی حکمرانی خواهی کرد. این انتظار تمام رسولان و شاگردان همه یهودیان بود که یک بار دیگر خدا ملکوت خودش رو بر قوم خودش شروع بکنه. کلمه ملکوت ما در هیچ جای دیگری در زبان فارسی نداریم. معنیش عبارت از پادشاهی و حکمروایی خداونده. منتها این کلمه هیچ وقت در هیچ حکومتی حکمروایی انسانی استفاده نشده. اگر پیدا کردید به من نشون بدید، توبه میکنم. ملکوت فقط برای حکمرانی خدا استفاده میشه. فقط برای حکمرانی که خداوند قادر مطلق باشه، خداوند حاکم باشه، خداوند قانون بده و مردم فقط از خدا اطاعت کنند. پس معنی این سوال این است که ایمانداران میخوان بدونن آیا خداوند حکمرانی خودش رو بر ما برقرار خواهد کرد یا نه؟ و کی؟ عیسی مسیح میگه به کیش کاریتون نباشه. برای شما این نیست که قدرت هایی که خدا در اختیار خودش نگه داشته بدونید، ولی اصلش رو خوبه بدونید. ملکوت خدا رو بخواهید، بطلبید، برای اون کار کنید، برای به وجود آمدن اون تلاش کنید. کیش رو بذارید خدا هر وقت صلاح میدونه انجام میده. و اینی که ما بخوایم ملکوت خدا باشه فقط به خواستن نیست. عیسی مسیح میفرماید چون روح القدس بر شما آید شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، یهودیه، سامره و تا اقصای جهان. آمین. البته این عیسی مسیح به ماها نگفته، به رسولان گفته. تجربه می‌کنید؟ ما که الان نمیتونیم بلندشیم بریم اورشلیم وایسیم منتظر روح القدس باشیم. نمیتونیم بریم یهودیه بگردیم، سامره بگردیم، بشارت بگیریم. ما که الان اینجاییم. پس این آیه برای ما امروز یه معنی دیگری داره. در اورشلیم بمانید یعنی چی؟ در آرامش خدا بمانید. اورشلیم یعنی شهر آرامی، شهر خدا. عیسی مسیح میگه در آرامش خدا بمونید، آرامش خودتون حفظ کنید، در اون صداقت، صفا و پاکی روح القدس بمونید تا این به شما داده بشه، تا حکومت و ملکوت خدا در زندگی شما به وسیله روح القدس آورده بشه. وقتی روح القدس برای شما اومد، اون وقت شما ملکوت خدا رو دارید، حاکمیت خدا رو دارید. وقتی اجازه بدید که روح القدس در زندگی شما کار بکنه، اون وقت خدا هست که در زندگی شما حاکمه. این نیست که یه پادشاه زمینی باشه، ارتشی باشه، دادگاهی باشه، دادگستری باشه که اسمشو بذاریم پادشاهی. حضور خدا در زندگی و ملکوت خداست. ملکوت خدا در زندگی شما زمانی هست که شما اجازه میدید خدا برای شما فکر کنه، خدا برای شما عمل کنه و از شما بخواد که شما برای خدا کاری بکنید، عملی بکنید، پرستشی بکنید و اون موقع هست که ملکوت خدا انجام شده. زمانی که عیسی مسیح به رسولان گفت در اورشلیم بمانید تا از اعلی به قوت آراسته بشید، بعدها رسولان وقتی آشنا شدن با روح القدس، وقتی روح القدس رو شناختن و فهمیدن روح القدس همون خداست، حضور خدا در میان ایمانداران است، منتها خدا به شکلی در آمد که بتونه در وجود ما، در جسم ما حاضر بشه و ساکن بشه. وقتی روح خدا در روح ما ساکن بشه، میتونه فکرهای ما رو کنترل کنه. فکرهامون رو به دستای روح القدس بسپاریم و اجازه بدیم که روح القدس برای ما فکر کنه و عمل کنه. وقتی که
روح القدس بر شما آید شما را قوت خواهد داد تا شاهدان من عیسی مسیح باشید. وقتی که روح القدس بر شما بیاد، خیلی چیزا درباره روح القدس گفته شده در رساله غلاطیان، در رساله اول قرنتیان، دوم قرنتیان. از عملکرد روح القدس خیلی چیزا به ما یاد داده شده، از زبان پولس، از زبان پتروس، از زبان رسولان. ولی اون چیزی که عیسی مسیح از ما میخواد اول از همه، مثل اون حکم اول که خداوند به موسی داد، حکم اول 10 فرمان، میگه خداوند خدای خود را به تمامی دل و قوت و جان خود محبت نما. عیسی مسیح میگه چون روح القدس بر شما آید، او بر من شهادت خواهد داد. همون کاری که میگه شما برای خدا انجام میدید، شما برای عیسی مسیح انجام میدید. پس اولین وظیفه روح القدس که در شما هست، اگر احساس حضور روح القدس رو میکنید، اگر طالب اون هستید، باید این باشه که عیسی مسیح رو جلال بدید. به عیسی مسیح شهادت بدید و صداقت و شفافیت کار عیسی مسیح و تمامیت کار نجات عیسی مسیح رو باید شهادت بدیم تا بتونیم اون کاری رو کرده باشیم که حتما عیسی مسیح از ما میخواد. و حالا که فصل جدیدی از عهد جدید رو شروع میکنیم، اعمال رسولان و شروع کلیسا رو، فصل جدیدی رو در زندگی خودمون شروع کنیم. فصل جدیدی رو در زندگی روحانی خودمون شروع کنیم و با عیسی مسیح به پیش بریم و عیسی مسیح رو پیروی کنیم. زمان این نیست که بیشتر کار بکنیم، خونه بزرگتر بخریم، ماشین جدیدتر بخریم. زمان این هست که به عیسی مسیح شهادت بدیم. بقیه چیزا خودش انجام میشه. اون چه که احتیاج زندگی ما هست، عیسی مسیح به فراوانی به ما میده. اون چه که لازمه برای شهادت دادن درباره عیسی مسیح به ما میده. آمین. و مطلبی که عیسی مسیح میفرماید این است که در اورشلیم بمانید و منتظر وعده های پدر باشید. آمدن روح القدس و همه قدرت هایی که در روح القدس هست که الان جاش نیست، اگه بخوام بگم 1 سال بعد هر روز درباره اون تعلیم بدیم. قوت ها و قدرت هایی که در اختیار روح القدس هست به ما عزیزان داده شده و هر کس بخواهد بطلبد به او داده خواهد شد تا بتونه شاهد عیسی مسیح باشه. سومین مطلب این است که منتظر ملکوت خدا باشید و برای ملکوت خدا کار کنید و تلاش کنید. روح القدس رو به کار بگیرید و به وسیله روح القدس اون انقلاب روحانی رو در خودتون به وجود بیارید تا بتونید شاهد حضور ملکوت خدا، پادشاهی خدا در زندگی خودتون باشید. اجازه بدید خداوند برای زندگی شما تصمیم بگیره. قبل از اینکه هر تصمیم جدی و مهمی رو در زندگیتون بگیرید، با خداوند مشورت کنید. هر چیزی که بتونه خط زندگی شما رو عوض کنه، بسپرید به دست خداوند عیسی مسیح. برای جوانترها اگر تصمیم به ازدواج دارن، بسپرید به خداوند عیسی مسیح. با خدای ملکوت مشورت کنید. اگر میخواهید کار و تحصیلات و شغل مناسبی رو انتخاب کنید، از خداوند بطلبید کمکتون کنه و راهنماییتون کنه. اگر میخواهید خونه بفروشید، بخرید، حتما با خداوند مشورت کنید. مادیات عزیزان مهمترین ارگان زندگی ما هست که میتونه ما رو به قهقرا، به فقر بندازه یا ما رو به عرش اعلا ببره. اگر در اختیار خداوند باشه، ما رو بلند و خوشبخت خواهد کرد. اگر در اختیار خداوند نباشه، مادیات میتونه ما رو سقوط بده. هر چیز مادی رو، از درآمدتون رو، درآمد ماهانتون رو که براش کار کردید، عرق ریختید، زجر کشیدید، بذارید در دستان خداوند تا خدا اون رو برکت بده. فکر نکنید بیشتر کار کنه بیشتر گیرم میاد. بیشتر دعا کنی بیشتر گیرت میاد. بیشتر بذاری تو دست خداوند بیشتر گیرت میاد.
این چیزیه که خداوند به ما یاد داده، ما تجربه کردیم و اون رو پذیرفتیم و عواقب اون رو هم داریم میبینیم. چیزهایی که درباره روح القدس خداوند گفته شده، 2 خاصیت که روح القدس داره، یکی عطایای روح القدس هست که هدایای روح القدس هست که به ایمانداران داده میشه، و یکی دیگر ثمرات روح القدس هست. درسته، مرسی. هر دوتاش 9 تاست. 9 تا عطایای روحانی داریم، 9 تا ثمرات روحانی داریم. این چیزایی است که خداوند از طریق روح القدس به ایمانداران میده تا بتونه اونها رو تقویت کنه. عیسی مسیح گفت چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت، امکانات خواهید یافت که بتونید او رو شهادت بدید. درباره عطایای روح القدس مثل محبت، خوشی، سلامتی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری فقط اسم میبرم. برادر روشن 2 بار را فکر کنم راجع به این مسئله کامل موعظه کردن. و همینطور درباره ثمرات روح القدس، روح حکمت، روح کلام، روح علم، روح ایمان، شفا دادن، معجزات و تمیز دادن ارواح، اقسام زبانها و ترجمه زبانها، همه اینها قوت‌هایی هست که به ایمانداران داده میشه و خداوند عیسی مسیح میخواد که ما اونها رو داشته باشیم و از اونها استفاده کنیم برای شهادت دادن به عیسی مسیح. و این پیغام خداوند هست امروز برای ما. روح القدس رو بطلبید، از روح القدس پر بشوید و شاهدان عیسی مسیح باشید. زندگی شخصی خودتون رو در دستان عیسی مسیح قرار بدید و از او بخواهید که شما رو برکت بده در هر امری. آمین. اجازه بدید به پا بایستیم و دعا کنیم. پدر آسمانی، شکرت میکنیم که حقیقتاً نه فقط خداوندی و خدا بودن بلکه پدر بودن شایسته نام تو هست، زیرا که تو مانند یک پدر، بیشتر از یک پدر، همه جوانب زندگی ما رو نظاره میکنی و همه احتیاجات ما رو خداوند میدانی و همه احتیاجات ما رو در وقت کاملت وقتی در دستان تو قرار بدیم به ما بازخواهی داد خداوند و ما رو بی‌نیاز و غنی خواهی کرد، چه مادی چه معنوی. شکر میکنم برای روح القدس و میطلبم این عزیزان رو خداوند به فیض و رحمت خودت به قوت روح القدس مزین فرما تا تک تک این عزیزان خداوند در ثمره و عطایای روح القدس تو بارور و کثیر بشن. در نام قدوس عیسی مسیح میطلبم. آمین.